گنرال لتنانت ادهاموف غیرتشو سرهادویچ فرمانده سابق مخالفین و معاون سابق وزیر مدافع تاجیکستان نیمه دوم روز 15 ایول سال 2024 در سن 66 از عالم چشم پوشید. او در ناحیه جیهون در حال ترک دنیا کرد که نزدیکانش امید برای طبابت گنرال غیرتشو را از دست داده. طبق وصیتش جسم بیمار او را از دوشنبه به زادگاهش دهه بیدک ناحیه 5 در جنوب جمهوری می بردند تا در خانه پدری جان بدهد. مراسم نماز جنازه مرحوم صبح 16 ایول ساعت 10 در بیدک دایر می شود. یکی از خویشاوندان گنرال غیرتشو به پایگاه خبری بامداد خبر داد که او را تقریبا یک ماه پیش به علت خروج درد گرده‌هایش در دوشنبه در بیمارستان یکم سویسک بستری کردند. ادهاموف سالهای زیاد از درد گرده اذیت میکشید، اما در این بیمارخانه احوال او خوب نشد و نزدیکانش گنرال غیرتشو را به بیمارخانه دیگر پایتخت معروف به میدگردوک یا شهرک طبی بردند. هنگام گذرانیدن دیالیز در این بیمارستان گنرال غیرتشو دچار خونریزی مغزی شد و طبیبان اعتراف کردند که دیگر در علاج درد او بیچاره اند. از این رو نیمه دوم روز 15 ایول ما طبق وصیت و خواهش گنرال او را به زادگاهش بردنی شدیم، چون که همیشه میگفت که میخواهد در زیر بام خانه پدری جان بدهد و در بیدک خوک شود. اما تقریبا ساعت 17 وقت ما هنوز در نیم راه در حدود ناحیه جیهون قرار داشتیم، اکای غیرتشو تا خانه پدری نرسیده جان داد، نقل کرد این خویشاوند مرحوم. گنرال غیرتشو 31 می سال 1958 در دهه بیدک ناحیه 5 در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان به دنیا آمده است. درباره زندگی او تا جنگ شهروندی معلومات در دست نیست، ولی در دوران جنگ شهروندی سالهای 1992 1997 گنرال غیرتشو توانست به یکی از فرماندهان صحرای اعظم پراستعداد و عملا به دست راست فرمانده اساسی اتحاد نیروهای مخالف تاجیک میرزا زیایف معروف به میرزا جگه تبدیل شود. بر اساس سازشنامه سال 1997 باید کرسی وزیر مدافع به نماینده مخالفین داده میشد، ولی حکومت از اجرای این شرط سرکشی کرد و بر اساس توافق جدید میرزا جگه که از نام مخالفین به مقام وزیر مدافع پیشبری شده بود به کرسی وزیر حالتهای فوق‌العاده نشست و فرمانده دیگر مخالفین محمد روزی اسکندروف که لکه رهبری این وزارت را در دست داشت به مسند رئیس شرکت تاجیکمون سرویس یا ژکخ و لوله‌های گاز جمهوری را در اختیار داشت گذاشت. بر اساس همین توافق گنرال غیرتشو معاون اول وزیر مدافع تاجیکستان تعیین شد و در این مقام تا پایان سال 2006 کار کرد. از سال 2007 تا ینور سال 2014 خدمت خود را در مقام معاون وزیر مدافع ادامه داد. بعد ترک مقام معاون وزیر گنرال غیرتشو چند مدت دیگر در اختیار ریاست کادرهای وزارت مدافع قرار داشت، ولی به یگان مقام دیگر تعیین نشد و در نهایت به نفقه رفت. گنرال غیرتشو از فرماندهان پراستعداد مخالفین شمرده میشد و بسیاری از پیروزی‌های مخالفین در میدان جنگ شهروندی به خصوص در جبهه طویل دره یک نوحه خرد در شرق تاجیکستان که در سالهای 90 به پایگاه اساسی مخالفین و به عرصه اساسی جنگ‌ها بین نیروهای حکومت و اپوزیسیون تبدیل یافته بود به نام او رقم میزنند. گنرال غیرتشو از میان فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین یگانه نفری بود که بعد پیوستن به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان سزاوار رتبه بلند گنرال لتنانت شد.